نقطه جی چیست؟ همه چیز در مورد تحریک نقطه جی و ارگازم. نقطه جی چیست؟ این ناحیه در واقع قسمتی از دستگاه تناسلی زنان محسوب میشه. ماساژ نقطه جی در بسیاری از افراد لذت جنسی را افزایش میده. این ناحیه به تحریک جنسی بسیار حساسه و با تحریک نقطه جی انزال سریعتر شده و در برخی از افراد ارگازم شدیدتری اتفاق میافته. البته تحریک و ارضای نقطه جی در افراد متفاوته. برخی از افراد نمیتونن این نقطه رو پیدا کنن و یا تصور میکنن چنین ناحیه حساسی ندارن. حتی گاهی ممکنه فرد با تحریک این ناحیه حس ناخوشایند یا دردناکی داشته باشه. برخی دیگر از افراد نیز با تحریک نقطه جی شکل دیگری از ارگاسم رو تجربه میکنن. نقطه جی در زنان. باید بگوییم نقطه جی بخش متمایز از آناتومی دستگاه تناسلی نیست. نقطه جی بخش از شبکه کلیتوراله و در واقع برای تحریک نقطه جی در خانم‌ها باید قسمتی از کلیتوریس را تحریک کرد. البته در خانمی به خانمی دیگر این ناحیه میتونه متفاوت باشه و هم دلیل شاید یافتن نقطه جی در زنان کمی دشوار باشه. اما در صورتی که این ناحیه پیدا بشه باعث انزال خانم‌ها شده و در رسیدن به ارگاسم واژن هم کمک میکنه. چگونه نقطه جی زنان رو پیدا کنیم؟ برخی از افراد پیدا کردن نقطه جی برایشون کمی دشواره و در واقع روی هیچ حذفی از آناتومی بدن انسان نمیتونیم این ناحیه رو مشخص کنیم. بهتر برای پیدا کردن نقطه جی به جای جستجوی اون در زمان فعالیت جنسی خودتون برای یافتن اون تلاش کنید. نقطه جی در دیواره قدامی واژن حدود 5 تا 8 سانتی متر بالاتر از دهانه واژن قرار داره. در این تصویر میتونید ناحیه تحریک نقطه جی رو مشاهده کنید. خانم‌ها چگونه از طریق نقطه جی به ارگاسم میرسن؟ از اونجایی که نقطه جی ناحیه حساس در خانم‌ها محسوب میشه، تحریک اون به ارگاسم کمک میکنه. برای رسیدن به بهترین نتیجه بهترین راه‌های زیر رو امتحان کنید. انواع مختلف تحریک مثل نوازش، حالت ارتعاشی یا فشار رو امتحان کنید. سعی کنید از یک وسیله جنسی منحنی مخصوص تحریک نقطه جی استفاده کنید. برای دسترسی بهتر به این ناحیه پوزیشن های سکس رو تغییر بدین. فشار تحریک رو به چندین ناحیه مختلف واژن اعمال کنید و به احساس خوب یا متفاوتی که ایجاد میشه توجه کنید. میتونید خودتون به تنهایی نقطه جی رو پیدا کنید. در این حالت ریتم راحت رو پیدا کنید و کنترل بیشتری پیدا میکنید. پوزیشن مناسب یک جهت تحریک نقطه جی خانم ها. اگر میخواید در حین مقاربت جنسی تحریک نقطه جی رو تجربه کنید، پوزیشن های انتخاب کنید که به شما اجازه میده بر حرکات خودتون کنترل بیشتری داشته باشید. پوزیشنی که زن در بالا قرار داره. این پوزیشن به زن اجازه میده کنترل کاملی روی ریتم، عمق و زاویه نفوذ داشته باشه. و میتونید روی یافتن نقطه جی تمرکز کنید. فقط به جای پایین و بالا رفتن از حرکت جلو عقب استفاده کنید. در این صورت نقطه جی تحریک میشه. در واقع نقطه جی میتونه تنها یک نقطه یا چند نقطه از ناحیه تناسلی باشه. پوزیشن دخول از پشت. پوزیشن دخول از پشت یکی از راه‌های عالی برای دستیابی به نفوذ عمیق‌تر در طول رابطه جنسی. با تغییر زاویه ضربه زدن به نقطه جی آسان‌تر میشه. برای انجام این پوزیشن فرد باید روی دست و زانوها قرار بگیره. پوزیشنی که مرد بالا قرار بگیره. در این نوع پوزیشن از همسرتون باید بخواین که همزمان با تحریک نقطه جی با دست ناحیه کلیتوریس رو تحریک کنه. تحریک همزمان کلیتوریس و نقطه جی لذت جنسی رو به اوج میرسونه. و موقعیت رو امتحان کنید که اجازه دخول از پشت رو میده. در این حال نقطه جی بهتر تحریک میشه.